دو نعمت برای رسیدن به مقصد و هدف در زندگی بسیار مهمند. یکی جهد و کوشش و دیگر بخت و اقبال که هر یک نقش برای به مقصود رسیدن خیلی مهمند. گاه آدمی و یا انسانیت در عوضی همه کوشش های فراوان و طولانی از مساعدت بخت برخوردار نیست و به مقصد نمی رسد. گاه نیز کسی که کوشش زیاده هم نمی کند بخت برای او می خندد و به آنچه می خواهد می رسد. آنچه مهم است و وظیفه و مسئولیت ما به شمار می رود این جهد و کوشش است. بخت را میگویند خداوند از روی حکمت خود تعیین میکند و ما راز آن حکمت را نمیدانیم. به هر تقدیر ما بندگان باید کار خود را انجام دهیم و امیدوار باشیم که خداوند نیز بخت را با ما یار کند و ما را به سرمنزل مقصود برساند. حضرت علامه اقبال جای از کلیاتشون میگویند که در طلب کوش و مده دامن امید زیده است. در طلب کوش و مده دامن امید زیده است. دولت هست که یابی سری راه گاهه. دنبال مقصد و هدفهای خود رفتن و درست رفتن به قول حضرت سعدی ترسم نرسی به کعبه عربی آن را که میروی ترکستان است. ناپلیون هیل یک کتاب خیلی جالبی را تألیف نموده بود با نام چگونه میلیونر شدم. خوشبختانه این کتاب را مرکز خرد نشر نمود و این کتاب ناپلیون هیل تجربه 40 سال اندوخته او، یعنی خلاصه کتاب های ناپلیون هیل به حساب می رود که ما این کتاب را به زبان تاجیکی به خط امروزه نشر کردیم و خواننده عزیز می تواند از این شاهکار و از این کتابی بسیار مفید بسیار چیزهای نو را آموزد و برای رسیدن به مقصدهای خود این کتاب حتما کمک خواهد رسانید. عزیزان شما می توانید کتاب‌های ما را از همین سوپرمارکت‌های یاور دسترس نمایید. به همه شما خوانش خوب و همه شما برار و موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا داریم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید و بهترین کتاب ها را بخوانید.